بنده امین فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که پشت پرده های پنهان پنل ستاره 780 مربع به عنوان غول تبلیغاتی حال حاضر صدا و سیمای ایران که اسپانسری دو تا از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی ایران یعنی خندوانه و برنامه دوره همی رو بر عهده داشته رو برای شما پشت پرده هاش رو بکنیم. این برنامه یکی از کوتاه‌ترین برنامه‌های پشت پرده است، چرا که ما چندین تا طرح سوال می‌کنیم و دو سوتی بزرگ رو از پنل 780 برای شما منتشر می‌کنیم پشت پرده هاشو و قطعاً منتظر میمونیم که مدیران 780 پاسخگوی برنامه پشت پرده باشن. خب آغاز می‌کنیم پشت پرده های پنهان پنل ستاره 780 مربع. چی شد که برنامه پشت پرده تصمیم گرفت که پنل ستاره 780 مربع رو بررسی بکنه و بخواد پشت پرده هاش رو بکنه؟ میدونید که ستاره 780 مربع بیش از 30 میلیون کاربر فعال در حال حاضر در ایران داره و خیلی از دوستان اگر بخوان کارت شارژ بگیرن، اگر بخوان اینترنت رو بخرن، بسته رو بخرن، با این همه شانتاژهای خبری که صدا و سیما ایران پشت ستاره 780 مربع داره انجام میده، خب طبیعتاً میان از این پنل استفاده میکنن و اعتماد میکنن. اما سوال بزرگی که پیش میاد، چرا هویت مدیران اصلی ستاره 780 مربع پنهان هستش؟ چرا آدرسی از این شرکت، چرا شماره ثبتی از این شرکت به راحتی در دسترس عموم قرار نداره و حتی شما در پنل 780 مربع، در سایت 780 مربع هیچ اطلاعاتی رو از این شرکت به دست نمیارید. حتی اگر شما بخواد شکایتی رو از این شرکت بکنید نمیتونید اطلاعات دقیقی رو از این شرکت به دست بیارید. به حال من به عنوان یک شهروند عادی وقتی اطلاعات کاربری خودم مثل شماره کارت، مثل رمز دوم، CVV، تاریخ انقضای کارت خودم رو وارد پنل 780 میکنم که کارت شارژ یا بقیه خدمات رو بگیرم، حق من هستش طبق قانون اصل شفافیت که بدونم که این اطلاعات رو دارم در اختیار کدوم کمپانی، کدوم شخص قرار میدم که اگر بعدها بخوام شکایت از این شرکت بکنم که به نوعی اگر کارت من هک شد یا هر اتفاق دیگه افتاد بتونم اطلاعاتی داشته باشم که بتونم شکایت بکنم. اما سوال اصلی اینجا هستش که چرا هویت تمامی مدیران این شرکت به طرز مشکوکی پنهان هستش؟ این وایس رو بشنویم، مکالمه تلفنی رو برگردیم، توضیحاتی رو من به شما میدم. خسته نباشید خانم. متشکرم. خانم من در مورد این 780 چند جا تبلیغش دیدم، کمی پیگیری کردم در موردش. بعد تو سایت هایی مثل سایت رایتل و اینا نوشته بودن که ارائه دهندش شرکت تهران اینترنته، ولی خب ما نه سایت تهران اینترنت تونستیم باز کنیم نه هیچ اطلاعات دیگه ای از شرکت شما داریم. مشکلتون چیه الان؟ مشکل اینجاست که هیچ اطلاعی، یه شرکت هست به نام 780 یه سری کارها رو انجام میده ولی هیچ جایی نیست که ما پیگیری کنیم که مثلا این شرکت کجاست، اصلا ثبت شده، اصلا کی هستن. کارتون چیه که مشکلی داری؟ اگه تراکنش مالی داری من میتونم براتون پیگیری بکنم. نه خب مسئله اینه که اگه درخواستی دارین که باید درخواستتون رو برای ما ایمیل بزنید. نه ببینید مثلا یه شرکتی مثل ایرانسل وقتی داره کار میکنه تمام چیزاش مشخصه، مدیراش مشخصن، شرکتش مشخصه، یه پایگاهی داره برای رسیدگی به شکایت یا هر چیزی. فقط یه اپراتور که نمیتونه پاسخگو نیازهای یک افراد مراجعه کننده به سایت به این شرکت باشه. الان ما مثلا توی سایت 780 هم که میریم درباره ما زده، فقط توضیح دادید که چه کارهایی انجام میدید ولی ننوشته که خب مثلا شماره ثبت این شرکت چیه، مدیران این شرکت کی هستن و ببینین هر اطلاعاتی که هستش داخل سایت 780.ir هستش. خب من همین دارم خدمتتون عرض میکنم. الان داخل سایت 780 هستم، هیچ چیزی در واقع هیچ اطلاعاتی ننوشته، نه شماره ثبت داره نه هیچ چیز دیگه ای. الو هستش آقا داخل همون سایت هر اطلاعاتی. خب من الان سایت روبرون بازی میشه راهنمایی کنید کجا باید برم؟ چون درباره ما رو زدم پیدا نکردم چیزی.
الو 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 گوشی سرقت میکنه. خب شنیدید این مکالمه تلفنی رو یکی از دوستان ما از داخل ایران برای ما فرستاده بود که زنگ زده به اپراتور 780 و به عنوان یک مردم عادی که داره از این پنل استفاده میکنه و حقش هست بدون مالکان 780 چه کسانی هستن که بخواد شکایت بکنه، این جواب رو گرفتن که باید برید وارد سایت 780 بشید که اطلاعات شرکتی که داره پنل 780 رو به مردم میده ببینید. خب ما هم طبق فرمایشات این خانم اپراتوری که توی پنل 780 کار میکنه وارد سایت 780 میشیم ببینیم جریان از چه قرار هستش. این سایت 780.ir هستش و اگر در قسمت درباره ما که بالای صفحه هستش کلیک بکنیم قطعا باید مشخصات شرکت 780 بیاد. من تصویر رو بزرگتر میکنم. بله، راجع به شرکت 780 توضیح داده، اما در خط دومش نوشته که سامانه کد دستوری 780 ستاره 780 مربع تحت پوشش هلدینگ تهران اینترنت با همکاری شرکت پرداخت نوین آریان تحت نظارت بانک اقتصاد نوین و دارای مجوز شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خب پس چی شد؟ تحت پوشش هلدینگ تهران اینترنت با همکاری شرکت پرداخت نوین آریان تحت نظارت بانک اقتصاد نوین. خب یه شرکت تهران اینترنت ما داریم و یک بانک اقتصاد نوین. دو تا شرکت دارند پنل ستاره 780 مربع رو مدیریت میکنن. اما ما برای اولین بار اومدیم یک سرچ انجام دادیم و تونستیم که اسنادی که نشون میده که اولی که برید تو اینترنت سرچ بکنید شما اطلاعاتی از تهران اینترنت پیدا نمیکنید. یعنی شما یه شرکت بزرگی که این همه پولهای میلیاردی درونش داره رد و بدل میشه یک وبسایت ساده نداره. خیلی جالبه، شما نمیتونید برید تو اینترنت سرچ بکنید و اطلاعات تهران اینترنت رو پیدا بکنید. اما یک نکته جالب وجود داره. شرکت تهران اینترنت یکی از شرکت‌های هلدینگ فروش کارت شارژ ایرانسل بوده در سالهای 82 83، اون سالهای اولیه‌ای که ایرانسل تازه می‌خواست وارد بازار بشه. قبل از اون شرکت تهران اینترنت کارت اینترنت می‌فروخت و بعد از اون هم اومد با زدوبندهایی که انجام داد تونست بشه عامل فروش ایرانسل. و نکته جالب‌تر این که ما برای اولین بار اومدیم طبق یک عملیات سایبری خیلی جالب و با نفوذی که انجام دادیم موافقتنامه توزیع عمده فروش منعقد شده میان شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به شماره ثبت 252 949 به عنوان اپراتور و مرکز تهران اینترنت به شماره ثبتی که هنوز مشخص نیست رو قرارداد خامش رو به دست بیاریم. قرارداد خامی که بیش از 39 صفحه هستش و تمام مفاد قرارداد در اون ذکر شده و توضیح داده شده که این دو شرکت میتونن با هم دیگه چه همکاریایی انجام بدن و بعدها این مفاد قرارداد خیلی جالبه، تونسته که به یه قدرت بی‌نظیری برسه که تونستن بعد از اون ارتباط بگیرن با شرکت هواوی، بشن اسپانسرهای تیم‌های فوتبال، بتونن از همدیگه پنل و درگاه بگیرن. ابتدا ستاره 780 مربع روی ایرانسل کار میکرد، بعد از اون اومدن حالا همراه کاری کردن، به نوعی زد و بند کردن، همراه اول هم آوردن توی کار. و شاید جالب باشه براتون در ابتدای کار چرا فقط روی پنل ایرانسل جواب داد، به خاطر اینکه اصلا این دو تا شرکت پشت پرده دور هم بودن و پنل 780 بسته بود با ایرانسل و مدیر عامل ایرانسل آقای دسفولی. خیلی هم جالبه که شرکت ایرانسل هیچ وقت نمیاد پاسخگوی این باشه که چرا شماره تلفن‌های مردم هم لو دادن تو بانک اطلاعاتی، شماره تلفن‌های مردم هم لو رفت توی چند روز گذشته. و خلاصه یک ایرانسل وجود داره، آقای دسفولی و پسرانش و شرکت تهران اینترنت و پنل ستاره 780 مربع به عنوان اینکه مدیرانشون چه کسانی هستن. اما در رأس این ستاره 780 مربع 3 آدم مدیریت میکنن. آقای سهیل نادری به عنوان مدیر اصلی 780 که جالبه که ایشون اسمش سهیل نادری است و قطعا باید دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این قضیه رو پیگیری بکنن. مهدی نادری جهرومی اسم اصلی سهیل نادری که به عنوان یکی از مدیران اصلی 780 هستند داره فعالیت میکنه که ایشون اصلا متولد ایران نیستن، متولد وینن و بعد توضیح بدن که یه شخصی که اصلا تابعیت ایران نداره چجور داره ایشون
مدیریت میکنه. اما شخصی که به عنوان رسانه‌ای ترین شخص پنل 780 هستش سید حمیدرضا قاسمیه که همیشه خودش به عنوان مدیر 780 میاد و توی برنامه معاصری که توی ماه مبارک رمضان برگزار میشد یا جاهای دیگه آقای سید حمیدرضا قاسمی بیشتر رسانه‌ایه. اما نفر سوم آقای محمد نجیبا هستند که ایشون ارتباطاتی با بانک پاسارگاد، بانک تات و بانک پارسیان دارن و عامل‌های مالی بانک پنل ستاره 780 مربع هستن. پس اسمی از بانک اقتصاد نوین نیست این وسط. بانک اقتصاد نوین فقط رفتن پشتش قایم شدن که بخواد بیاد یه سری اتفاقات عجیب و غریب توی ستاره 780 مربع بیفته که امیدواریم بیان توضیح بدن که به عنوان اصل شفافیت چجوری داره هزینه میشه و این پورسانت ها چجوری کم و زیاد میشه. اما مدیران ستاره 780 مربع یک سوال ساده برنامه پشت پرده ازشون میپرسه، بگن که پریچهر صالحی کی هستش؟ همسر سهیل نادری، مدیر یکی از مدیران 780 یا همون مهدی نادری جهرومی که خیلی از شرکت‌های اقماری به اسم پریچهر صالحی قرار داره و ایشون سهامدار هستن و عضو هیئت مدیره هستند. و جالب اینجاست که آقای حمیدرضا قاسمی به عنوان یکی از رسانه‌ترین افراد ساعتی پیش یک ویدیویی رو گذاشت. ما تو روزهای گذشته در کانال تلگرامی برنامه پشت پرده اومدیم یکم قلقلک داریم برنامه این پنل ستاره 780 مربع رو ببینیم اینا چه واکنشی نشون میدن. اینها گفتیم آقا بیاد یه شفاف‌سازی مالی بکنید، بگید این پولا خرج کجا میشه و اینا اومدن بلافاصله یک ویدیو منتشر کردن و گفتن که ما بیش از 39 میلیارد تومان داریم به زندانیان کمک میکنیم. یعنی مثلا خواستم بگم آره ما داریم یه پولی هم که جمع میشه کمک میکنیم. این ویدیو منتشر شد، بریم ویدیو رو ببینیم بیایم که سوتی اصلی و اتفاقات اولیه توی این ویدیو شاید جواباش برای شما به دست بیاد و خالی از لطف نباشه. ببین. در خدمت آقای دکتر جهانگیر هستیم، ریاست محترم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور و همینطور آقای حمید قاسمی مدیر عامل مجموعه 780. چک دوم هستی آقای قاسمی. آقای دکتر اومدیم تقدیم شما بکنیم ان شاءالله که کارش زودتر انجام شه و زندانیای بیشتری رو تا روزهای آینده ان شاءالله آزاد کنیم. مبلغ جمع آوری شده پارت دوم که الان تقدیم آقای دکتر می‌کنیم 39 میلیارد و 863 میلیون و 686 هزار و 782 ریال می باشد که با جمع مبلغ اول بیش از 7 میلیارد تومان، یعنی 70 میلیارد ریال. بله. خب یه نکته جالب و عجیب و غریب این ویدیو داره. اولا اینکه ما با اصل کار داره یک پولی جمع میشه برای زندانیان بیگناهی که بیگناه توی زندان هستن به خاطر مسائل مالی، کاری نداریم، دستشون درد نکنه و مرسی از اینکه این حرکت رو انجام دادن. ما کلا طرح سوالمون لطفا صورت مسئله پاک نشه. این هستش که این پنل 780 چرا یه سری کارهای مشکوک میکنه و چرا شفاف نیست. حالا ما نمیدونیم چرا، فقط ما اونجا میخوام یه نکته بگیم. آقای حمیدرضا قاسمی خیلی زرنگه. موقعی که میخواد بیاد چک رو نشونه دوربین بده، دقیقاً دستش رو میذاره روی بانک صادر کننده یه چک. یادتون رفتیم توی درباره ما یا همون اباوت ستاره 780 توی وبسایتش گفت شرکت تهران اینترنت تحت نظارت بانک شرکت تهران اینترنت با حمایت و نظارت بانک اقتصاد نوین هستش دیگه. قشنگ توی درباره ما نوشته. اما این چکی هستش که اگر نمونه چک‌ها رو ببینید چک بانک پاسارگاد هست. چجور پنل 780 که تحت نظارت بانک اقتصاد نوینه چکش مال بانک پاسارگاده و اینها باید مهر تهران اینترنت رو هم میبینید روی چک خورده و مدیران 780 باید بیان سوال رو جواب بدن که چک چجور از بانک پاسارگاد صادر میشه. اما اینها رفتن تحت نظارت بانک اقتصاد نوین مجوز گرفتند. یک بار دیگه دوباره این ویدیو یک تیکر رو هم ببینیم. مبلغ جمع آوری شده پارت دوم که الان تقدیم آقای دکتر میکنیم 39 میلیارد و 863 میلیون و 686 هزار و 782 ریال می باشد. خب دیدید یه نکته بگم که اگر فردا روز دیدید صدا و سیما و واحد مرکزی خبرش و ساختمون شیشه‌اش به برنامه پشت پرده امین فردین حمله کردن تعجب نکنید، چون ما دست گذاشتیم روی اسپانسرهای اصلی صدا و سیما که هیچ شفافیتی ندارن، هیچ کسی نمیدونسته مدیرانشون کی هستن و خیلی سوال ساده و شفافی پرسیدیم. همین که لطف کنید بگید که شما که تحت نظارت بانک اقتصاد نوین هستید چجور چک بانک پاسارگاد رو
میکشید و مگه نباید از اون بانک حمایت بکنید که اونها زحمت کشیدن و به شما مجوز دادن؟ سوال ساده ای هستش و این برنامه قسمت‌های دوم و سوم هم قطعا خواهد داشت و امیدواریم که مدیران 780 پاسخگو باشن. مرسی از اینکه با ما بودید. قطعا برنامه رو امیدوارم به اشتراک بذارید، لایک بکنید ویدیو رو و کانال رو هم حتما سابسکرایب بکنید. سپاسگزارم.